سپید دم اومد و وقت رفتن، حرفی نداریم ما برای گفتن. هرچی که بود بینشون تموم شد، نظام برام نیست دیگه جای موندن. اورانیوم ها رو که دادی بیرون، یادت باشه خونمو کردی بیرون، خونمو کردی بیرون. اول بعد بیاریمون، یادم میاد صبر کن ببینیم بابا، صبر کن کس خبر کنم برات. حیفه که این همه ناله و زجه اینطوری حروم بشه. بذار کنار دهن واکو بگو تا من بگم چته. آی دکتر، از مرام و معرفت میکنم. امتحان رانندگی داشتم، افسر پرسید کجا دور زدن ممنوعه. منم تو فضای آموزش شما گفتم تو عالم رفاقت، تو جاده محبت، سر پیچ مرام و معرفت. گفتی باری کلا. ولی افسر یه پس گردنی زد و گفت پیاده شو، رانندگی بلد نیستی دیگه خودت روس نکن. خب اونم خوب کاری کرده، ولی حالا ولش کن. قبل از اینکه سوالاتو بپرسی به یه سوال خیلی مهم جواب بده. مهمترین سایزی که آدم باید بدونه چیه؟ سایز لباس، سایز کفش، سایز آشنا. نه خیر، سایز دهنشه که اندازه دهنش حرف بزنه. منظورت اینه که من حرف الکی زدم؟ نه، میخوام قبل از اینکه سفره دلو باز کنی بریزی بیرون حساب کتابای خودتو بکنی توی برنامه. باشه آیه دکتر، این داستان موشک و تحریمای بعدیش رو چیکارش کنیم؟ آخه مقام عظما که برجامو قبول کرد، حالا باید برای اینکه 4 تا بسیجی و پاسدار احمق نریزن بیاد با موشک پرونی زیرا به برجامو بزنه، بیاد باب تحریمای جدید رو باز کنه. آیه بکنه یا نکنه همین بلا سرش میاد. حواست به اون بحث سایزم که گفتم باشه. مرحوم ابوی همیشه میفهمیدم از بهادر عرض میکردم بله، میفهمیدم یارو پول برقو نداده بود، مامور رفت گازش رو قطع کرد. یارو گفت آخه چرا گاز قطع کردی؟ مامور گفت رو کمرم درد میکنه، نمیتونم از تیر برق برم بالا. تو هم که از قیافت معلومه که پول گازم نداری بدی. روشنه بذارم که همچی برقت هم اینجا وصل بشه. آیه دکتر، وزیر خارجه شیطون بزرگ گفته منتظر روحانی به وعده‌های خودش تو منطقه عمل کنه. به شیطون چه وعده‌ای دادیم ما؟ این از همون موارد سایزه که بهت گفتم. باشه، ولی بدون موافقت مقام عظما که نمیتونه وعده داده باشه. این همه تو نماز جمعه این بدبخت امام جمعه امام زمین میکوبن، چرا مقام عظما لام تکان یه چیزی نمیگه؟ آخه این عظمای حیوانکی که نمیتونه همه چی رو بگه. تو نظام خیلی نباید بفهمن چی به چیه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله، میفهمودن بچه که بودم بابا منو برد استانبول، بعد که بزرگ شدم فهمیدم گولم زده بوده، منو برده بوده تبریز، تو تاکسی هم آهنگ ابراهیم تاتالیس گذاشته بود که طبیعی به نظر میاد. همینطوری چند بارم منو برده نیویورک و اتریش و اینا. ولی آیه دکتر، این 2 سوال اساسی ذهن امت همیشه در صحنه رو تاب داده. 1، روحانی چه وعده هایی داده؟ 2، چرا مقام عظما هیچی نمیگه؟ لابد 3، اینه که چرا همه دلواپسایی که میگفتن برجام ترکمانچای و اخ و پیفه الان دلسوز شدن که چرا شیطان بزرگ به وعده هاش تو برجام عمل نمیکنه. حالا با یه سوال تاکتیکی ذهنتو صاف و صوف میکنم. اتوبان 4 بانده خطرناکترین خوردنی چیه؟ زهر اسرار نظام رو نده، ولی گول حرفای کسی رو خوردن خطرناکتره. روشن شد یا هم چی بذارم که بری گول بخوری و بیای. مقام عظما میخواد زندگیش عوض بشه، اما عوض که نشد هیچ، عوضی تر هم شده تا حالا. یعنی گول خورد و اوضاعش عوضی شد؟ محکم بشین تازه باقیشو گوش کن. حرف مفت زود رو میشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که تو تاکسی نشسته بودم، راننده خوشحال گفتش که نه رئیس دارم نه مدیر، برای خودم آزادم، هیچکی بهم دستور نمیده. گفتم فری اول بپیچ سمت راست، اون طرفتر نگه دار. باشه روشن شد یا بفرستم سوار تاکسی؟ دکتر باشه، دست عظما که روه، ولی بسیجی هم باید شعور داشته باشن بهش نگن بپیچ سمت راست. آخه شعور و معرفت با بسیج بذاری کنار هم جرقه میزنم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که مسافره تو مقصد از راننده پرسید چقدر تقدیم کنم، راننده گفت که میل خودته، هرچی مرامته بده. مسافرت دست کرد 500 تومن داد. راننده گفت توف تو اون مرامت. روشن شد یا هم چی بذارم که بری سوار تاکسی چی دوباره؟ آیه دکتر، من
اینکه حاجی روحانی چه قراری با شیطون گذاشته رو نخواستم، خب. گذاشتم، ولی از اون مهمتر مقام عظما چرا ساکته؟ یک کلمه حرف سر این موضوع نمیزنه. از اون مهمتر من چرا ساکتم؟ چرا تو نمیگیری که من چرا جوابشو نمیدم؟ حواستو جمع کن، یه چیزی یاد بگیری این وسط دیگه. میدونم که رعایت خودمو میکنین آیه دکتر. اگه از بدبختی عظما خبردار بشم همین 4 تا سوالم نمیتونم بکنم. آخه بدبختی تنها چیزی که پول براش نمیخواد بدی. عظمای بدبخت خوشبختیاش تو جست و پوزه. حکایت همونه که هرچی عشق و حال داشت مجازی بود، ولی هرچی بدبختی داشت همه واقعی با وضوح فول HD. حالا یه چیزی میگم پیش خودت باشه. این هفته بالا سر عظما بودی، ناخوش بود طبق معمول این روزا. گفتش که تو این هیرو بیری که سگ صاحبشو نمیشناسه اگه من بمیرم چه کار میکنین؟ گفتیم چی دیگه، ناچاری خاکتون میکنیم دیگه. آیه دکتر خط سرخ رو که چند تا رد میکنی. آخه یعنی تو میگی که مثلا میت بمونه رو زمین خجالت بکش به خاطر خط سرخ، من میتره بذارم رو زمین بمونه عظما خاکش کنم دیگه. این همه منو روشن کنی تکلیفمو روشن بذار فعلا داریم تکلیف عظمای بدبخت بیچاره رو روشن میکنیم. میت رو دست به تو دنبال تکلیف خودتی. بازم من دارم حرف عوض میکنم هی به مقام خود میکنی عوض میکنی. مقام عظمای بدبخت که داره نفس میکشه هنوز. خودش میگه این آخرین خبرگانه. بابا ولش کن، خب این بدبخت این نخواد بمیرم که تو کشتی.